سلام خدمت شما ملت عزیز نمک نشناس، امیدوارم که حالتون خوب باشه. گفتم بیام این داستان رو برای شما هم توضیح بدم، ممکنه برای شما هم اتفاق بیفته. یه چند روز پیش رفتم مغازه، چند تا پرتقال خریدم آوردم خونه، هم پرتقالا رو شستم و گذاشتم اونجا و یه چند روز گذشت و آقامون گفت ضعیفه برو یه پرتقال ورده بیا بخوریم. خب البته اون میشینه فقط دراز میکشه به ما دستور میده. خب رفتم دیگه پرتقالا رو یه نگاهی کردم، یه چشی بهش انداختم، دیدم وای پرتقال چش داره، همینجوری به من زل زده بود، داشت نگاه رفتم پرتقاله رو بردم پیش آقامون، گفتم آقا عزیزم سرورم تاج سرم، این پرتقاله چش داره همینجوری به من زل زده نگاه میکنه. گفت اب نداره برو بذارشون گوشه و یه پرتقال دیگه برده بیار. رفتم یه پرتقال دیگه آوردم و گذاشتمش همونجا و یه فرداش گذشت و دلم هم خیلی پر بود، گریه هم می اومد. آره دیگه با دلم پر بود. اینا شروع کردم گریه کردن، یه دفعه چشمم خورد به چشم این پرتقاله که چش داشت. آره چشمو قفل شد به هم دیگه و شروع کردیم جفتمون با هم گریه کردن. او گریه بکن من گریه کن، او گریه بکن. بعد اصلا نشستیم بخته درد دل کردم باش، گفتم آخه اسباب کشی میخواستیم میکنیم اساس کشی کنیم اینا. بعدش فکر اینی که من با این کمد ممودا رو به تنهایی این برابر بکشم، خب مرد که نمیشید که اونجا میشینه همش پرتقال میخوره و دستور میده و ارد میده. آره والا فکر این که این کمودا به این سنگینی و این چه میدونم آتش قالا رو من جمع کنم به تنهایی دیگه. خیلی گریه هم گرفته بود، کلی نشستیم با هم گریه کردیم. نشانه خوبیه نه؟ گفتم علامتی چیزیه نه که شما هم ببینی. آره دستام هم چطوری میلرزه. چطوره وا؟ نه کپک زده؟ نه والا چش داشت، تو شمه رو میدید گریه میکرد، ببینید چشش بسته میشه. چطوره وا؟ خب خیلی مهمه اینجور چیزا در زندگی، باید اعتقاد داشته باشید. آره والا میگم یه خودی کتاب بخونیم نه؟ شاید از این پرتقالی کتاب دوست داره، کتاب شفای زندگی. ببین دوست داره نگاه میکنه، میبینی چطوره؟ با لوئیس هی ترجمه کیتی خانم. پرتقالم میگه بیا خود کتاب بخونیم. خب بخونیم، یه خود کتاب بخونیم نه؟ خب کار دیگه. این کتاب نمیخواهد که هر گونه تماس با پزشک را کنار بگذارید. ایوا فکر کنم مامان تو پرتقالا میگه برید دکتر ببینید، یا بدون نظر پزشک به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دست به مداوایی بزنید. منو طور میگه مداوا لازم داریم. هدف کتاب این است که بتوانید با همکاری با پزشک خود و با یاری او برای تندرستی و سلامتی بیشتر به دلایل نهفته کجاش نهفته است و علل روانی مشکلات و بیماری خیش پی ببرید. نه والا داشت گریه میکردیم با چی میگی؟ با کلی با هم حرف زدیم و بتوانید با شادمانی هرچه تمامتر مسئولیت همین جانبه زندگی خود رو به عهده بگیرید. خب گرفتیم دیگه. این همدم جدید منی چش داره وا. سب یه قسمت دیگه هم بخونم برای تو. پیشگفتار. اگر به جزیره دور افتاده تبعید می شدم و تنها می توانستم یک کتاب را همراه خود ببرم، چه بسا کتاب شفای زندگی لوئیس هی را با خودم می بردم. ما را داره میگاره. این کتاب نه تنها شیره وجود آموزگاری بزرگ، شیره‌ایه که جوهر قدرتمند و تجربه شخصی بانوی بزرگ نیست. خب منو داره میگاره. لوئیس در این کتاب شگفت‌انگیز ما را در بخشی از سفر تکاملیش با خود همراه برد. داستانی زندگیش که مختصراً در اینجا بار آشکار شده و به نظر من به خود کتابی دیگر است. حس شفقت و تحسین مرا برانگیخت. خب اینم همینجوری که چشم به هم کلی گریه کردیم. آره بالا بری اصلا براتون نمیخونم. بری عزیزم حالت خوبه؟ چطوری؟ من حالم خوبه، تو حالت چطوره؟ خوبی؟
از آقاتون چه خبر؟ آقاتون خوبه باهات؟ من که نه به همه میگه اسبابا رو باید خودت بکشی. آره والا. تو چی؟ تو اسباب تو شوید خوبه باهات؟ گیری نکن. تو گیری میکنه. این باید اسباب باید بکشی باره دیگه. قربونت بشم. تو خوبی؟ که منو میخوای منو ببوس. خاله دیگه دوست جدید. برید خجالت بکشید. اصلا دیگه پرتغالم هم بهتونه. میبینی چه شد؟ یک هفته پیش من رفتم پرتغال گرفتم. بعد روزی هم که شستم پرتقالا را، اصلا پرتقال به این شکل تو پرتقالا نبود که خریدم. بعد 2 روز جلوتر اومدم یه چند تا پرتقال مونده بود بردارم بوشورم بیارم برای شوهرم. بعد یه لحظه چشمم افتاد توی چشم یه پرتقال. بعد همینجور چشم به چشم شدیم، به شوهرم نشون دادم، گفت که چیزی نیست. تا اینکه امروز صبح خیلی هم دلم گرفته بود، نشسته بودم داشتم اسباب کشی میکردیم، وسایلام جمع میکردم، یه لحظه چشم به چشم خوردم به چشم پرتقاله، گریه کرد، منم گریه کردم و الان توی چشماش داره میشه پر از اشک. بله. عزیزم آروم باش. نه اللهم صل علی محمد و آل محمد. من فکر میکنم نشونه خوبی باشه. دستات بده به من. دستای ایشون داره میلرزه. نه اشکشو ببینید. سیسم دست نزن بهش. چشمش بسته شد. چشمش داره بسته میشه. چشمش داره بسته میشه. بذار کامل داره بسته میشه.